نام من شایع است، نام من شایع است. من هیچ احترامی برای عدالت قائل نیستم. من نمی کشم اما فلج می کنم، قلبها را می شکنم و زندگی ها را تباه می سازم. من حیله‌گر و بدخواهم و با گذشت زمان قدرت می گیرم. هرچه بیشتر تکرار شوم بیشتر باور می شوم. من در هر رده‌ای از اجتماع می شکفم. قربانیان من بی پناه و در مقابله با من بی دفاعند. من حکومت‌ها را ساقط کردم و ازدواج‌ها را به هم ریختم. من مقام‌ها را خراب کردم. من بیگناهان را وامی دارم تا بر بالش خود بگریند. حتی نام من هراس‌انگیز است. بله، من شایع هستم. من سرمقاله سازم و سردرد ساز. قبل از اینکه داستانی را تکرار کنید از خودتان بپرسید آیا راست است؟ آیا منصفانه است؟ آیا لازم است؟ و اگر نبود خاموش بمانید.